خبر تازه و دست اول راجع به ملک تو اربیل دارم. ویدیو رو ببین تا بهت بگم. نمایشگاه سرمایه‌گذاری املاک و مستقلات تو اربیل برگزار شد. مکانش تو سالن نمایشگاه بود که نزدیک پارک سامی عبدالرحمنه. هلدینگ‌های ساختمانی از کل حریم کردستان اومده بودن. اکثر این پروژه‌ها که دارید می‌بینید هنوز در حال ساختن و تکمیل نشدن و خیلی‌هاشون پیش فروش می‌کردن. بحث قیمت خیلی متفاوته، پس بهش ورود نمی‌کنم، اما قیمت پایه برای خرید خونه از $100,000 شروع میشه تقریبا. اینا کارکنان یکی از شرکتان که چون روز آخر بود داشتن عکس یادگاری میگرفتن. پاویلیون یکی از گرونترین شهرکای اربیله که قیمت خونه‌هاش از $1,300,000 شروع میشه تا $17,000,000. من خودم واقعا تعجب کردم. عینکای سه‌بعدی داشتن و میتونستی داخل خونه‌ها رو ببینی. خبر مهمم اینه که تا چند وقت پیش توی اقلیم کردستان به نام ایرانی‌ها خونه رو سند نمیزدن، اما چند وقتیه که قانونی تصویب شده که دیگه خوشبختانه برای ایرانی‌ها هم سند میزنن. اگه اطلاعات بیشتری راجع به چیزایی که گفتم داری تو کامنت‌ها برام